خوش اومدین به کانال من. اسم من نگینه، همونطوری که احتمالاً میدونید و کارم ASMR. امروز میخواستم قبل از اینکه ویدیوی اصلی رو شروع کنم باهاتون یکم صحبت کنم. اول از همه این که میخواستم بهتون بگم از تک تک شمایی که لایک میکنید ویدیومو، کامنت میذارید برام، کامنت های خیلی خوبتون، از اینکه سابسکرایب میکنید به کانالم و تک تک محبتاتون خیلی ممنونم. و اینکه میخوام بدونید که تک تک شماهایی که توی این کانال هستین و سابسکرایب میکنید به این کانال از نظر من دوستای منید و خیلی خیلی دوستتون دارم و اینکه همیشه سعی میکنم که ویدیوهای با محتوای متفاوت تر بذارم، ایده های جدید تر، ایده که کمتر توی یوتیوب فارسی کار شده. ولی اگر شما چیزی مد نظرتونه حتما برام کامنت کنید، تمام تلاشم میکنم که براتون اجرا کنم اون ایده‌ای که دارین یا دوست دارین انجام بشه. و این که میخواستم یه چیز دیگه هم بهتون بگم، درخواست کرده بودین خیلی که براتون ویدیو Q&A یا همون پرسش و پاسخ بذارم. بهتون گفته بودم توی یکی از ویدیوها که بکنم 2 ویدیو قبلی بود، مطمئن نیستم، لینکشو میذاریم که زیر اون پست برام کامنت کنید سوالاتونو تا براتون ویدیو رو آماده کنم، چون میخوام به زودی آمادهش کنم. پس اگر که سوالات بیشتری بپرسین ازتون ممنون میشم. سوالات چالش برانگیزتر بپرسین. البته من قول نمیدم که جواب بدم، ولی خوشم میاد که چالش برانگیز باشه. و اینکه بریم سراغ ویدیوی امروز. سلام، خیلی خوش اومدید به بانک ما. خیلی خوشحالم که شما رو اینجا میبینم. قربان، واقعا باعث افتخاره که به بانک ما اومدین. امری هست، میخواییم در مورد امنیت بانکیمون بدونید. بانک ما امن‌ترین بانک خصوصی جهانه و خیالتون راحت بشه از نظر. و اینکه فقط برای افراد خاص جامعه است و
ولی با این حال بازم از دیدن شما تعجب کردم. خیلی خوشحال شدم که به بانک ما اومدین. قصدتون گرفتن یه صندوق امانات. خب بله، همونطوری که گفتم بهتون، چون که بانک ما یکی از خاص‌ترین بانک‌های جهانه، ما شرایطمون یه خورده خاص‌تر از بانک‌های دیگه است. مثلا اینکه شما باید برای باز کردن صندوق امانات یا حساب صندوق امانات که بخواید داشته باشین، برای اول حساب باز کنید و توی حسابتون حداقل یک میزان پولی باشه که حالا همکارانم براتون توضیح میدن اون موقع باز کردن حساب. و اینکه محتویات صندوق اماناتتون باید به تایید شخص من که مدیر این بانک هستم برسه. بله، یک سری عتیق جات هست که خانوادگی بهش رسیده و ارزش حدودی این واقعا اینقدر زیاده. الان همراهتونه این موارد، چند تا از مواردش هستش. اگر مشکلی نداشته باشه من ترجیح میدم که ببینم اینایی که فرمودین. توی این جعبه هستن و اینکه خب از اینجایی که از شما که نیاز به تایید نداریم، در حال با این میزان از اعتبار ماشاءالله شما خودتون اسمتون اعتبار هستش، ولی اگر ترجیحاً چیزی باشه که تایید کنه که میدونید اموال خانوادگی هستن بهتر. بله، چون که ممکنه حالا طی بازرسی ها از ما مدرکی بخوان. بله، میتونم ببینمشون اگر مشکلی نداره. اینا خیلی قدیمی به نظر میرسه. خب ما از اینجور چیزا خیلی زیاد دیدیم توی این بانک، ولی به نظر من خیلی زیبا. خودم به شخص عاشق عتیق جاتم. این گیره به نظر خیلی قدیمی میرسه، از طلاست. و این جواهرات روش الماسن. الماس اصلا بسیار خوب، چقدر خاص و جذاب. اینم همینطور یه قطعه از این جواهرات هم الماس هستن، درسته؟
چند قیمتن؟ به نظر کوچیک میرسن البته. خیلی خوب. این ساعت توی مزایده نبود؟ پس از اموال خانوادگیتون نیست، ولی بقیهشون هست. اوکی. من توی اون مزایده بودم و عاشق این ساعت شدم. جنگ جهانی اوله، درسته؟ صفحه‌شو نگاه کن، عالیه. جنسش متاسفانه نتونستم که توی مصاحبه برنده بشم، ولی بهتون قول میدم دفعه بعد بهتونه. خیلی خوب. وسایل تک تکشون عالی و یونیکن. اگر میخواید میتونید همینجا هم پیش خودم استفاده کنید. مشخصات و این میزان پول رو برامون مشکل نداره اگر الان به صورت نقد نداره. خواهش میکنم شما راحت باشید پر کنید. من فهرست اقلامتون رو یادداشت میکنم. فرمودین که سر چند قیات الماس الان اینجاست؟ بله، تمامه. اوکی. یک عدد مروارید دریاهای این مروارید در یک کارایی خیلی از همکاری با شما خوشحالیم. ممنونم که شروع به ما رو